خواهرم آنلاین شاپ زده کل اعضای خانواده ما رو درگیر خودش کرد. من که شدم پیکش، مامانم چون همیشه خونه شده قسمت مرجوعی، بابام شده قسمت تولید محتوا. دیروز دیدم یه کلیپ گذاشته بابام لباسا رو داره تکون میده، این آهنگ بوی لیلی کاین جناب سروان رو گذاشته روش. میگم آبجی این چیه گذاشتی؟ میگه تو بابا اسکلی نمیفهمی این کلیپ میره اکسپلور. قربونت برم، خب این بره اکسپلور، آبرو شرف ما هم میره اکسپلور. 2 ساعت پیش برام شماره کارت فرستاده، میگه یک خورده‌ای برام بزن دارم جنس عمده میخرم پول کم دارم. مگه نباید اون آنلاین شاپ سگ بسم یه قسمت سوده‌ای هم داشته باشه آخه؟ تو چرا فقط داری میخری؟ بعد میخری چرا باید از جیب ما بخری آخه؟ هر جا نشسته تو فامیل گفته من لحاظ مالی کاملا مستقلم. زر میزنه به خدا، هر موقع گیر میکنه از بابام جدا میگیره، از تو باد بدبختمون جدا میگیره، از من میگیره. بابا ما تنگی درگیش میکنیم، بوجی 15 تومن به تو میدیم، ضرر ما رو فقط ول کن. تو نمیخواد جون مادرت مستقل باشی دیگه.